سلام. امروز میخوام بهتون پروانه رو یاد بدم. شنای پروانه که یکی از سخت‌ترین شناهای رشته شناست. یکی از سخت‌ترین ماده است. یکی از سخت‌ترین شناهاست توی شنا. آره دیگه، یکی از سخت‌ترین شناها تو شناه. تو رشته شنا. نمیدونم چی، ولش کن. شما الان قراره یک شنای خیلی سخت یاد بگیرید که میخوام تا جایی که میشه تو خشکی اول بهتون بگم همشو، بعدش ببرمتون تو آب که بتونید تو خونه تمرین کنید. خیلی مهمه. اولین چیزی که باید یاد بگیرید اینه که دست پروانه دو تا دست همزمان زده میشه. اگر قورباغه رو یاد گرفته باشید میدونید که دو دستی کار ممکنی، یعنی همش شنا یه دستی نیست، مثل پشت و کرال سینه نیست. من قورباغه رو یاد دادم، برید ببین. پروانه چجوری شروع میشه؟ برای مبتدیا دستا جلو قرار میگیره، درسته؟ چونه همیشه میچسبه به سینه. یادتون باشه توی شنا کردن چونه همیشه میچسبه به سینه که آب از بالا سرت رد شه بره. 1 2 دیدی؟ 1 2 پروانه 2 ضربه دستش، 1 و 2. دستتون رو صاف بیارید عقب، صاف بیارید جلو. این مبتدی. حالا درسته حرفه‌ای‌ها اینطوری دست میزنن، شما صاف دست بزنید تا یاد بگیرید. این کار رو شما باید تو خونه انجام بدید. حالا شمایی که شرایط تو آب بودن ندارید، فعلا تو خونه انجام بدید، بعد تو آبش هم بهتون میگم. پس نگاه، 1 2 1 2. این تمرین انجام بده ثابت، یعنی دست هیچ جا آزاد. بعد که چند بار انجام دادی یا اینجا انجام بده، دستتو بذار رو دیوار، بگو 1 2. میبینی منو؟ نگاه، 1 2 1 2. حالا این خیلی مهمه، شما باید چند بار اینو انجام بدید. فکر نکنید تکرار کردن این الکی من دارم میگم، مهمه. شما اگه تکرارش کنید میمونه تو ذهنت. ببین یک نکته رو من بهتون بگم، حالا اینجا نور کمه. شماها اگر یک حرکتی رو به تعداد بار زیادی انجام بدید، خب بدنتون عادت میکنه و موقعی که فکرتون درگیر جای دیگه ای باشه اون حرکت رو به درستی انجام میدید. مثلا چی میشه؟ شما موقعی داری دست میزنی دستت بعد 100 بار تکرار کردی میره تو حافظت. حالا من میخوام تو پا رو یاد بدم. تو باید موقع شنا کردن پا بزنی و دستم باید بزنی. پا زدن خالی سخته دیگه، ولی چون دست رفته تو حافظت دیگه تمرکز صدت میره رو پات برای یادگیری پا. ولی اگه دستو تکرار نکرده باشی زود بری سراغ پا، چی میشه؟ ذهنت میره دو جا، دستمو درست بزنم پامم درست بزنم، پس امکان داره جفتشو بزنی خراب. پس تکرار خیلی مهمه. متوجه شدین؟ خب بعد از اینکه این کارو کردین، بیاین سمت یه جایی اگه بتونید مثل من پیدا کنید که این دو طرفش آزاد باشه، بتونید دو دست پروانه رو بزنین، خیلی عالی میشه. میخوابید. 1 2. دیدید دستمو چیکار کردم؟ دستمو صاف میارم. 1 2 1 2. کل دست پروانه همین. پس پروانه شد 3 تا حالت. یکی عادی وای میستی انجام میدی، میری لبه دیوار انجام میدی، و 3 میای اینجا اگه داشتی تو خونه، اگه نداشتی همون 2 تا کافیه. میاید اینجا یه همچین چیزی دراز میکشی، دست تکرار میکنی. این از دست. ولی یادتون باشه چونه بچسبه. الان در حال حاضر مهمه که چونه بچسبه. خب تمرین بعدی چیه؟ یکم غریه. یعنی شما اگه غر دادنت خوب باشه، رقصت خوب باشه، خوب میتونی یاد بگیری. نگاهش کن. ببین میای کنار دیوار، این دیوار از این ور نکن، یه فاصله ای میدی، دستاتو میبری بالا. 1 2 1 2.
یک دو. باسن رو میزنی به دیوار برمیگرده، دستا صاف برمیگرده. که باسن رو میزنی برمیگردونی، میزنی برمیگرده. دیدی؟ سعی کن باسنت بره عقب بیاد جلو، بره عقب بیاد جلو. حالا میپرسی این حرکت برای چیه؟ توی پروانه شما پات خیلی فرق میکنه با چیزهای دیگه. شما پات این مدلی نیستش که دو تا تیکه تیکه بزنی یا مثل قورباغه باز کنی. توی پروانه پاها جفته و پاها از لگنه، یعنی شما باید قوس بدی پا بزنی. مثل دلفین چجوری اینجوریه، شما هم همینه. این تمرین مهمه، اینو انجام بده که بدنت مغزت بفهمه که آقا من کجا رو باید تکون بدم. این کارو چند بار انجام بده قشنگ رو دیوار. بعد تمرین بعدیش میریم تو آب، یعنی باید توی آب انجام بدی که بهت میگم. خب تا اینجا من هر تمرینی که میتونی تو خشکی انجام بدی رو بهت گفتم. بذار نفس گیری هم تو خشکی بهت بگم. نگاه کن، شما موقع نفس گیری پروانه این دست میاد، درسته؟ بدون نفس اینه دیگه. یک دو، یک دو. این گوشه ذهنت باشه. پس برای پروانه نفسگیری از جلوه، مثل قورباغه. برو ببین ویدیوشو. نفسگیری از جلوه. یک دو، یک دو. ریتمش هم اینطوریه، دست که داره میاد عقب ما از جلو نفس میگیریم، دست که میخواد بیاد جلو سر میره تو آب، دست میاد جلو. در شدی؟ حالا میخوام بریم تمرینای تو آبو بهتون بگم، ولی یادتون باشه هیچ وقت سعی نکنید عجله کنید برای یادگیری، برای بار هزارم عجله نکنید. اگرم دقت کرده باشین، حالا من نمیدونم دقت میکنید شما به این چیزا یا نه، ولی من قورباغه رو تو 2 تا پارت بهتون گفتم. یعنی پارت اول رو اومدم پا رو گفتم، پارت دوم رو دست و پا گفتم. چرا؟ که شما تا یه هفته بعد حداقل اونها رو تمرین کنید، اصلا چیز جدید یاد نگیرید، که برید سراغ اون، که که تکرار کنید که بعد برید سراغ اون. یعنی خود به خود خواستم این کاری کنم که شما عجله نکنید. یعنی قصدم این بوده فقط. این فکر نکنید مثلا قصد خاصی دارم، نه. قصد مگه فیلم سینمایی که مثلا میخوام منتظرتون بذارم، نه. قصدم از اون کار این بوده که شما مجبور شید چون چیز جدیدی ندارید که اونو تمرین کنید تا بتونید دست قورباغه رو یاد بگیرید. بس مهم میگه اینا رو اول انجام بدید بعد به سراغ تمرین. من اگه ویدیو طولانی بشه شاید بکنمش 2 پارت، ولی در کل منظورم که حواستون باشه. خب آقا من به شما چی رو گفتم؟ دست رو توی خشکی گفتم. حالا چیکار کنید؟ بیاید صدا انشالله داشته باشه. یک تو آب همون کار انجام میدیم. یک دو، یک دو. شونه چسبیده. یک دو. حالا سر تو آب، تو آب این شمارش انجام بده. من دیگه تو آب نمیتونم صدا در بیارم، خودتون بشنید با من. یک دو، یک دو. در شدید این کار انجام دادیم. بعد بیایید دستتون بزنید رو دیوار. چجوری؟ اینجوری. از این زاویه نشونتون میدم. نگاه، بیا دستتو بذار. یک دو، بچسبون به دیوار. چرا این مهمه که شما با دیوار انجام بدی؟ که دستت زیاد جلو نره، دستت نشکنه، بتونی کنترل کنی که من دستم باید تو کجا بری. یک لیمیتی، محدودیتی داشته باشی. این از دست، درسته؟ شما این کار با دست انجام دادی، خیلی خوب، اوکی. حالا میخوام تو حرکت یاد بگیری. تو حرکت چجوریه این مدلیه؟ نگاه کن. بذار توضیحشو بگم. تخته ای چیزی بذاری بین پاهات که از پاهات استفاده نکنی، یا اگه شنا رو حرفه‌ای تر بلدی پای کرال سینه بزن. ولی من الان میخوام بدون چیز برم. اوریب میام که شما ببینی. نگاه، نفس تو حبس کن و انجام بده. ببین. دیدی؟ این کارو شما چند بار انجام بده. ببین میگم چند بار، نه که یه بار انجام بدی 2 بار انجام بدی. وقتی میگم چند بار یعنی مثلا
اولا که با بار اول قطعا اشتباه داری. هی ویدیو رو نگاه کن، سعی کن درستش انجام. من آخر ویدیو پروانه کامل میرم که بدونی باید نهایت چی میشه. ولی شما باید بدونی که آقا من اینو یه بار انجام ندم، 10 بار انجام بدم، 20 بار انجام بدم، 30 بار انجام بدم که بتونم پروانه رو کامل برم. خب این از دست دادم، درسته؟ حالا ما میخوایم پا رو اضافه کنیم. پا یادت چیکار کردیم؟ غیر میدادیم دیگه، درسته؟ حالا این پا این کار انجام بده. دیوار رو داری؟ 1 2 1 2 1 2. شاید بپرسی فرق این که من اونجا توی خشکی به دیوار بزنم برگردونم با اینکه تو آب بزنم چی؟ تو آب وجود دارد و نمیذارد که شما، یعنی مقاومت آب وجود داره. شما وقتی عقب جلو میکنی با سن تو میتونی با باسن تو کمرت آب و عقب جلو کنی. این چیزیه که میخوام حسش کنی که موقع پروانه رفتن انجامش بدی. متوجه شدی؟ خیلی. حالا میخوام تمرین با قوس، یعنی این تمرین اول بود برای پا دیگه. حالا بریم سراغ تمرین دوم. خب تمرین دوم چیه؟ یه بازی میکنم، نگاه کن. ای گفتی این چی بود؟ تو پروانه ما یه قوسی داریم. شما که اون قوس رو با دیوار تمرین کردی، حالا میخوام تو حرکت تمرین کنی. حالا میخوام که مثل موج بیای بپری بری ته آب، بیای بپری بری ته آب. اینو چند بار میری میای، اصلا حال کن، بازی کن، برو بیا. این میخوام این کمره انجام بشه. مهمه. چرا میگم کل بدن؟ که شما از سر، بالا تنت، پایین تنت، همه جا استفاده کنی، این قوس رو بزنی، بدونی که چجوری باید قوس بخوری. فقط کمرت نیست، از سرت شروع میشه اون قوس خوردن. پس این برای اینه که شما قوس میخوری انجام میدی. درسته؟ خیلی. حالا اومدیم شما فرض میگیریم یاد گرفتی دیگه، این قوسه رو هم یاد گرفتی و دیگه 100 باری انجام دادی. میگم 100 بار واقعا شوخی نمی‌کنم، باید چند بار انجام بدی. میای چیکار میکنی؟ این شاهکار رو انجام میدی. تخته رو میگیری، این مدلی هم تخته رو میگیری. چیکار کردم؟ تخته رو گرفتم، دیدی؟ قوس کنم، یعنی رقص میرن اینجوری. شما فرض کن این سرته، این نوچ پاته، میخوای موج بدی، موج بدی. متوجه از نوک انگشتات، نه از سر. این دست صافه، میگی 1 2. پاها هم جفته. حالا پاهام بعضی مثلا آقا زانو بشکنه یا نه؟ زانو باید یه مقدار بشکن، نمیتونی زانو صاف بزنی و این اصلا نمیتونی پا بزنی. پس این اگه باسنت باشه، یه قوسی که زدی باید یه ذره، این اگه زانو باشه زانو بشکنه که بتونی ضرب. این زانو، این باسن، این میاد، دیدی؟ این باسن که میزنی بعدش یه ذره پات بشکنه که بتونی با هم ضربه بزنی بری تو. پس این از تمرین با تخته. حالا شما با تخته انجام دادی، فرض میگیریم تکرار زیادی انجام دادی. حالا وقتشه که تخته رو حذف کنی، پروانه رو عادی بری. حالا باید چیکار کنی؟ دیگه بدون توضیح میرم، نگاه کن.
چیکار کردم؟ هیچ کار خاصی نکردم. اومدم با تخته بودم، تخته رو حذف کردم. ببین قشنگ مرحله به مرحله رفتم جلو. حالا میخوایم دست رو اضافه کنیم. دست 2 تا دیگه مونده، 2 تا آخره. بعد دیگه شما پروانه رو یاد گرفت. دست رو چجوری اضافه میکنی؟ همینو میری، حالا 2 تا دست میزنی. همین 2 تا دست تو همزمان میزنی. نگاه کن. یه نکته داره. اگه گفتی چیه؟ باید با دیدنم متوجه بشی اگه ریز بین باشی. من موقعی که تمرین میکردم پای پروانه رو یک سره میزدم دیگه، درسته؟ ولی موقعی که دست اضافه شد پای پروانه‌ام 2 تا بود. یعنی به ازای هر دست 2 تا پا بیشتر نمیزدم. درستش همینه. شما موقعی پروانه یه دستی میخوای بزنی، یه پای درشت، خب موقعی که دستت میخواد بیاد جلو یه پای درست، یه پای درشت، یه پای ریز، یه پای درشت، یه پای ریز. یه پای ریز یعنی چی؟ یعنی قوسی کمتر. پس نمیتونی موقع پروانه مثل کرال سینه که یک سره پاهات زده میشه، ولی برای پروانه یک سره پاهات زده نمیشه. برای پروانه یه قوس دست، یه قوس ریز دست برمیگرده. این نکته خیلی مهمیه که باید بدونی. آقا من یاد گرفتم پروانه رو. آره یه نکته ولی مونده، نفس گیری. نفس گیری هم خیلی ساده. شما باید، البته ساده منظورم اینه که حرکتش ساده است ولی اجرا کردنش سخته. ببین شما موقعی که داری پروانه میری سرتو میری بالا، نفس سر تو دستشون. منظورم این که حرکتش ساده است، یعنی این دیگه فقط میخواد سرتو بری دیگه، نیازی نیست کرال سینه مثلا نفس یه چیزی تو گوشت تو آب باشه. این باید بیاری بالا ببری تو. فقط تنها چیزی که سخته باید زورت برسه. که زورت چه موقعی میرسه؟ تمرین دیگه. این اصلا چیزی نیست که من بخوام بهتون یاد بدم. بعد فشار بیارید بخونید. میرم نگاه کن و آخرین نتیجه نهایی پروانه میشه این. خیلی هم شنا سنگین و خوبیه. شونه، فیله، باسن، سینه، همه عضلات درگیره. یعنی شما اگه این شنا رو درست یاد گرفته باشید، به عنوان یک ورزش بخواید انجام بدید، واقعا هیکلتون خوبه. ولی مثلا شنا فرقش چیه؟ آقا دیربازده. یعنی شما باید خیلی زیادی پروانه رو انجام بدید تازه واسه هیکل یه مقدار فرم بگیره. این خوبیش اینه که وقتی هیکلت فرم گرفت به این راحتی از بین نمیره. اصلا من 5 سال ورزش نکردم، حتی شنا هم نکردم. مثلا اینجوری الان که نفس بخوره قادری که زیاد شنا نمی‌کنم. من بیشتر دیگه شاگرد دارم اون یاد. میخوام بگم که مثلا الان این هیکلی که می‌بینید حالا درسته من شکم دارم و فلان، ولی بعد 5 سال تازه شدم اینجوری. یعنی خیلی ماندگاره، دیربازه ولی بدنتون فیت تقریبا میمونه. و پروانه هم خیلی خوبه. باعث میشه سینه ها پهن بشه، مربعی شکل بشه. قورباغه اگه بخواید دید باشه سینه ها گرد بشه، حالت گرد مانند میشه. خیلی کلا شنا فرم قشنگی به بدنتون میده، مخصوصا پروانه. بدنو خیلی هفته و خوشگلی. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه، شنا رو یاد گرفته باشید. تو کامنت ها هر سوال چیزی بود به من بگید. من هدفم اینه که شنا رو از طریق ویدیو بتونم یاد بدم، یعنی ببینم میتونم آنلاین به کسی شنا یاد بدم، یه نفرم یاد بگیره، من به هدفم رسیدم.